این همون نونیه که اکثر بچه‌ها عاشقشن. نون نرم و پنبه‌ای با مغزی شکلات که میتونه یه تغذیه عالی باشه. همه مواد خشک دستور رو با هم مخلوط کنید. یه دونه تخم مرغ رو هم بزنید، اضافه بکنید. یک قاشقش رو کنار بذارید برای رومال. حالا شیر دستور رو اضافه کنید. یکم از شیرم کنار بذارید. اگه نیاز شد حین ورز مجدد اضافه بکنید. 7-8 دقیقه که خمیرتون رو ورز دادید، بعد کره نرم رو طی 2 مرحله بهش اضافه بکنید و مجدد ورزش بدید. یه خمیر صاف و لطیف باید به دست بیاد. چونش بکنید، استراحت بدید حدوداً تا حجمش 2 برابر بشه. بعد از اینکه 2 برابر شد پفش رو بگیرید، بذارید روی سطح کار، مجدد یه 10 دقیقه بهش استراحت بدید و بعد دیگه با وردنه بازش کنید به شکل مستطیل. کنارهای خمیر رو دورگیری بکنید و به کمک پیتزا برد به شکل مثلثی برششون بدید. حالا هر کدوم از اینا رو برعکس بکنید. اگه دوست داشتید ابتدای خمیرتون رو یه مقدار شکلات نسوس قرار بدید و به این شکل رولش کنید. انتهای رول رو هم حتما فیکسش بکنید. داخل سینی با فاصله از هم قرار بدید. اجازه بدید استراحت بکنن تا حجمشون 2.5 برابر بشه و اون باقی مونده یه تخم مرغ و یک قاشق شیر بهش اضافه بکنید و رومال بزنید و بعد بفرستید داخل فر داغ. بعد از پختم روی توری بذارید و اگه چند دقیقه توی نایلون بذارید کاملا نرم میشه. اگه دوست داشتید میتونید توی این مرحله شکلات پایپ کنید.